حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت گرامیشون این بود که همیشه با خرمای تازه افطار میکردند. اگر واقعا فصل خرما بود با خرمای تازه افطار میکردند، اگر فصل خرما نبود با خرمای خشک که در زبان عربی تمر گفته میشود با تمر در واقع افطار میکردند، و اگر چیزی نبود، نه خرمای تازه بود و نه خرمای خشکی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتشون این بود اونگونه که در این حدیث اومده حسوات من الماء، چند جرعه آب ایشون می نوشیدند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل مطالبی رو درباره سحری خوردن و زمان سحری و فضیلت سحری خدمت شما بیان کردم. یکی دیگر از مواردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن تأکید کردند که سبب می شود که ما از افراط و تفریط دور باشیم، این است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم همون گونه که قبلا در حدیث سهل ابن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت شده بود که توصیهشون این بود که لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر و اخر السحور. مسلمانان تا زمانی که زود افطار می کنند و دیر سحری می کنند بر خیر و عافیت هستند. زود سحری کردن یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما ما عملا می بینیم که بسیاری از مسلمانان احیانا با انگیزه این که احتیاط می کنند یا این که می خواهند که یک وقتی به یک اندازه‌ای مدت زمان روزهشون طولانی تر باشد تا ثواب بیشتری عایدشون بشود و با انگیزه های مختلفی یا به خاطر این که ترس و واهمه دارند که مبادا هنوز آفتاب غروب نکرده باشد و روزه ما باطل بشود، با انگیزه ها و بهانه های مختلفی خوردن افطار را به تأخیر می اندازند و این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و برخلاف توصیه های و راهنموده های با ارزش ایشون هست. حضرت عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله تعالی عنه تعریف می کنند که در یک سفری ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم و رسول گرامی اسلام روزه بودند. به محض غروب آفتاب، در روایت اومده فلما غابت الشمس، به مجرد غروب آفتاب و فرو نشستن و ناپدید شدن قرص خورشید، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از صحابه دستور دادند و گفتند که یا فلان قم فجدح لنا، گفت که بلند بشو برای ما از دیگ غذا بکش. دیگی که روی آتش بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که غذا را در واقع تو ظرفه ها بریزن. اون صحابی گفت که یا رسول الله لو امسیت، یک کمی صبر بکنید تا شب بشه، یک کمی صبر بکنید تا آفتاب در واقع غروب بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم تأکید کردن، گفتند که فلانی بلند بشو فجتح لنا، برای ما غذا بکش. و این نشانه این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع زود افطار می‌کردند و در امتثال امر رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت اومده که اون صحابی بلند شدند و غذا کشیدند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این ایشون افطار کردند و غذا خوردند و در آخر فرمودند که اذا رأیتم اللیل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، وقتی که دیدید که شب از اون طرف فرا رسید یعنی این که زمان افطار فرا رسیده. وقتی که از جانب مشرق شما دیدید هوا به تاریکی گراییده و از این طرف مغرب آفتاب در حال غروب هست و قرص خورشید کاملا غروب کرده، یعنی این که زمان افطار فرا رسیده و شما باید افطار بکنید. و تأخیر انداختن افطار در واقع برخلاف توصیه و راهنمود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست.
اما این مسئله که در زمان افطار با چه چیزی انسان افطار بکند بهتر هست و ثواب بیشتری دارد. اگر ما بیاییم بر توصیه‌های رسول الله عمل بکنیم، از یک طرفی ما افطار کردیم که همه میخواند افطار بکنند، وقت افطار هست، اما اگر بر جزئیاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده ما عمل بکنیم، اضافه بر این که افطار کردیم و روزه خودمون را به پایان رساندیم، یک ثواب دیگری به خاطر امتثال دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم و عمل کردن بر سنت و راهنمود ایشان هم ان شاء الله عاید ما می شود. حضرت انس رضی الله تعالی عنه می فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت گرامیشون این بود که همیشه با خرمای تازه افطار میکردند. اگر واقعا فصل خرما بود با خرمای تازه افطار میکردند، اگر فصل خرما نبود با خرمای خشک که در زبان عربی تمر گفته میشود با تمر در واقع افطار میکردند، و اگر چیزی نبود، نه خرمای تازه بود و نه خرمای خشکی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتشون این بود، اونگونه که در این حدیث اومده حسوات من الماء، چند جرعه آب ایشون می نوشیدن. پس بنابراین در هنگام افطار ما سعی بکنیم که در مرحله اول با خرمای تازه و در مرحله دوم با خرمایی که خشک هست در صورتی که خرمای تازه و جدیدی وجود نداشته باشه، و در مرحله سوم با آب اگر که دو مورد قبلی وجود نداشت انشاءالله افطار بکنیم که در این مورد ما بر یکی از سنت ها و راهنمودهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع عمل کردیم. یک چیزی که در هنگام افطار بسیار مهم هست و چه بسا ما احیانا فراموش میکنیم این مورد را، دعا کردن در هنگام افطار هست. ما میدونیم که 3 دعا از دیدگاه شرعی اونگونه که ترغیب شده در روایات اسلامی مورد اجابت قرار میگیرند که این 3 دعای انسانی هست که در واقع مظلوم هست، و همچنین دعای انسانی که روزه دار هست، و همچنین دعای کسی که در حالت سفر هست. در روایت اومده که 3 دعوات مستجابات، این 3 دعا مورد پذیرش قرار می گیرند، و در روایات متعددی داریم که روزه دار یک دعای مستجابی رو پیش الله متعال دارند، و بهترین هنگام دعا کردن در لحظه افطار هست که نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نقل میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که افطار میکردند این دعا را میخوندند که ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. این دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام افطار میخوندند و این روایت حسنی هست. امام ابو داود این روایت کرده. دعای این هست که ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، و ترجمهش هم این هست که ما دعا میکنیم که در واقع تشکر و سپاس میکنیم از الله متعال که تشنگی رفت، رگها تازه شد و شاداب شد، و اجر و پاداش ما هم انشاءالله نزد الله متعال حفظ و ثبت شده است. و همچنین نقل شده که در موردی از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که ایشون در هنگام افطار این دعا را میخوندند که اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شیء ان تغفر لی، و ترجمهش این است که ای الله من توسل میجویم به رحمت واسعه تو که گناهان مرا معاف بکنین. و قطعا بهترین دعایی که ما میتونیم در هنگام افطار یا در طول هنگام روزه یا بعد از به اصطلاح افطار در هنگام شبهای ماه مبارک رمضان دعا بکنیم این است که دعا بکنیم که الله متعال گناهان گذشته ما را معاف بکنند، و فراموش نکنیم برادران و خواهرانی را که نیازمند دعای ما هستند، و سعی بکنیم که برای تمام مسلمانان انشاءالله دعا بکنیم. و گمان نکنید که شما با دعا کردن منت میگذارید بر دیگران، بلکه ثمره دعا و منفعت دعا دوباره به خود شما برمیگردد، زیرا که در روایات از رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که هر کسی برای برادر مسلمان خودش دعا بکند در طرف مقابل فرشتگان برای اون فرد هم دعای خیر میکنند. پس اگر میخواهید که دعای خیر فرشتگان و مقربان درگاه الهی شامل حال شما بشود، هم برای خودتون و هم برای خواهر و برادران مسلمانتون که نیازمند دعا هستند حتما دعا بکنید. تا برنامه دیگر تمام شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.